سلام دوستای مهربونم، به صفحه من خوش اومدین. من آیدام فنلاند زندگی میکنم و قرار شما تو این سفر همراه من باشین. سفر من از تورکو با قطار به سمت هلسینکی شروع شد. از اونجایی که ما تورکو زندگی میکنیم هر وقت قرار باشه یه مسافرتی بریم باید به فرودگاه هلسینکی بریم. فرودگاه هلسینکی واقعا فرودگاه قشنگیه و ارزش دیدن رو داره. خیلی تمیزه، فروشگاه خیلی خوشگل و خوبی داره و شما میتونید اونجا کلی وقت بگذرونید. خب بچه‌ها، من رسیدم فرودگاه هلسینکی. همونطور که می‌بینید اینجا تقریبا خیلی بزرگ و تمیز و مرتب، یعنی به جرئت می‌گم که از فرودگاه تایتانیک و خیلی خوب اروپا هستش. اینجا می‌بینیم حالا بلیشا هر چیزی که می‌خوایم رو بخریم و البته که من خریدی ندارم اینجا چون سفر طولانی در بیشتر است. من امسال تصمیم گرفتم که دقیقاً روز تولدم به 3 کشور سفر کنم. پس بریم با هم دیگه ببینیم که مقصد کجاست. با کلی شوق و ذوق سوار هواپیما شدم. کلی برنامه داشتم برای سفرم و کلی هم هیجان زده بودم چون اولین باری بود که به این کشور میخواستم سفر کنم. یه پرواز خیلی خوبی بود، ولی بچه ها میدونین یهو چه اتفاقی افتاد؟ باورتون نمیشه. نگاه کنین، ما یه فرود اضطراری داشتیم. فکرشو بکن تو این بیابون ما رو نگه داشتم سکته میکردم، میگفتم برق هواپیما از کار افتاده. بچه شانس ما رو نگاه. پرواز دیدیم که روی فیوز اینا میاد بکنم مشکل اتصالی پیدا کرده بود که مجبور شدن که اینجا پارک کنن هواپیماشو و ما موندیم وسط این خیابون ناکجا آباد. فکر کنم با فرودگاه هم خیلی فاصله داریم. نمیدونم واقعا باید سریع هم تو نیم ساعت دیگه به یه پرواز دیگه برسیم. قرار نیست این قراره چه اتفاقی برامون بیفته دیگه. امیدوارم به پرواز بعدین برسم. نگاه کنیم چه خبره. بچه‌ها پرواز ما از تورکو به سمت سوئد بود و از سوئد هم به سمت مجارستان بود. ما زمانی که فرود اضطراری داشتیم دقیقا فقط نیم ساعت و 40 دقیقه فرصت داشتیم که به فرودگاه سوئد خودمون رو برسونیم و از اونجا برسیم به پروازمون. خوشبختانه رسیدیم ولی واقعا با عجله. فرودگاه سوئد هم خیلی بزرگ بود، یعنی من واقعا دیگه فرصت نکردم تو این تایم ویدیو بگیرم. این فرودگاهی هم که الان میبینیم فرودگاه بوداپسته و ما به سلامت موفق شدیم که برسیم. خیلی پرواز پر استرسی بود ولی خوشبختانه همه چی به خیر گذشت. فرودگاه بوداپست من فکرش نمی‌کردم که انقدر بزرگ باشه. همش تو ذهنم بود که حتما یه فرودگاه خیلی کوچیکیه، اما نه، واقعا فرودگاه بزرگی بود. ما هم داشتیم میرفتیم سمت تاکسی که از هتل قرار بود بیاد دنبالمون. توی این مسیر بریم که سوار تاکسی شیم. هر قسمتی رو میرم خیلی تازه میکنم به یه قسمت بزرگتر. نمیدونم چرا اون تصادر سرمون که این فرودگاه کوچیکه، ولی نه فرودگاه خوبیه. فرودگاه بزرگ جای بحث ما خوشیه اینجا. چه خبری هم تاکسیه اون پیام داده گفته که بیا به سر ایستگاه هدینا و ما هم داریم سمت ایستگاه هدینا. امیدوارم که زودتر پیداش کنم. واقعا خسته شدم از 5 صبح بکن تو راه هم. اون پرواز اضطراری هم که داشتیم حسابی خسته شدیم. هوا هم بچه عالیه.
ظاهرا همین جایم که بهم گفته باش. ببینم کجا هست این تاکسیه. خب خوشبختانه تاکسی هم به موقع رسید و ما رفتیم به سمت هتل. تو این فاصله ما رفتیم هتل رو تحویل گرفتیم و من فرصت نشد که اون لحظه براتون ویدیو بگیرم، چون که امشب تولدمه. قراره که سورپرایز تولدم و هتل و همه اینا رو بهتون اونجا نشون بدم. تو مسیر داشتم لذت می‌بردم و بیشتر با شهر آشنا می‌شدم. خب بچه‌ها، نوبتی هم که باشه نوبت معرفی هتل 5 ستاره لوکسه که خیلی هم معروفه. اسم هتل آناندارا نیویورک هستش که این هتل خیلی مجلل و لوکس به خاطر یک کافه‌ای که توش هست خیلی معروفه، کافه نیویورک. حالا من کلی ویدیو، عکس و فیلم گرفتم که بهتون نشون میدم. این قسمت هم که میبینین محوط و لابی هتل هستش. واقعا خیلی خوشگل و لوکس بود، یعنی یه حس خیلی خوبی، یه وایب خیلی خوبی بهم میداد. قیمت این هتل هم از شبی 400 یورو شروع میشه، بستگی به اتاقی که میگیرین داره. بریم با هم دیگه ببینیم. واقعا بی‌نظیر بوده. از محوطه هتل میتونستیم به سمت این کافه نیویورک داخلش بریم. حالا من در ادامه میام از داخل این کافه براتون کلی ویدیو، عکس و فیلم میگیرم. اینجا هر چقدر عکس و فیلم بگیری تموم نمیشه اون حس قشنگت. انقدر این کافه بزرگه، هر چقدر میری واقعا تموم نمیشه. این قسمت هم که دارم میرم اینجا برای کسایی که هتل رزرو کردن و میتونن اینجا صبحونه و غذاهایی که حالا نهار یا شام دارن و اینجا سرو کنن. خب اگه یادتون نرفته باشه بهتون گفتم که من شب تولدم دقیقا رسیدم به بوداپست. بریم که امشب رو توی همین هتل جشن بگیریم. اینم به سلامتی شما. گفتم بچه‌ها پشت صحنه این ویدیو رو هم براتون بذارم، شاید جذاب باشه براتون. خلاصه که برای این ویدیوها واقعا کلی آدم زحمت می‌کشه. اینجا پارلمان چیزی که فکرشون کردم پلیس اومده اینجا، یه جایی که کل بوداپست رو می‌تونی
همون قسمت پایینش رودخونه دانوبه. تقریبا کل شهر زیر پامونه اینجا. خیلی قشنگه. رود دانوب. با چشمانداز خیلی زیبا. یکی از جاهایی که واقعا ارزش دیدنشو داره. حالا خوبی این لوکیشن اینه که تو چند قدمیش پاتوق خرید و محفظه‌های لوکس بوداپست هستش. در واقع اسمشو گذاشتن شانزلیزه بوداپست. هر چیزی که بخواین اینجا هست و خیلی لوکس و خوشگله. من همه اینا رو بچه‌ها لوکیشناشو اون بالا براتون میزنم، پس حواستون باشه اگر که لازمشون دارین همه لوکیشن ها اون بالا هستش. اسم این کلیسای سنت اصفهان هستش که 96 متر و جزو بلندترین بناهای بوداپست هستش که شانس ما داشتن بازسازیش میکردن یه طرفشو، به خاطر همین دیگه نتونستم اونجا عکسای خیلی خوب براتون بگیرم. ترجیح دادم جاهای دیگه کنار رود دانوب قدم بزنم و این منظره قشنگ رو تقدیم نگاهتون کنم. یه موضوعی هم که گفتم شاید براتون مفید باشه اگه بخوایم به بوداپست سفر کنین، بچه‌ها این سرویس‌های حمل و نقلشونه با مترو خیلی راحت و دسترسی راحت تره، ولی اگه می‌خوایم برای مترو تیکت بخرین بستگی به اون روزی که داره، مثلا 3 روز 4 روز یا حتی یه 24 ساعته خیلی براتون باصرفه‌تر از تیکت‌های یه روز است و اینکه کلاً به نسبت فنلاند تیکتاش خیلی ارزان‌تره. بچه اینجایی که الان اومدم دارم بهتون نشون میدم یه تپه‌ایه
من آدرس لوکیشنشو براتون اون بالا گذاشتم، حتما نگاه کنین. یکی از جاهایی که واقعا ارزششو داره، وقتی تا بوداپست رفتین حتما بهش سر بزنین. خیلی قشنگه، شما میتونین نمای کل شهر رو ببینین و اونجا کلی چیزای تاریخی هم داره که یکم جلوتر برین بهتون نشون میدم. که این نقطه کره زمین رو در نظر گرفتن که درستش کردن و همه قومیت هایی که مذهبیت خودشونو دارن و آوردن یکی یکی گذاشتن که چجوری مثلا به پروردگار خودشون دارن ادای احترام میکنن. این که همون ابراهیم که همون ابراهیم خودمون میشه، یکی آخناتونه که مال همون فرعونمون مصر اینا میشه دیگه. جاسوس کارتوس این دقیقت نمیدونم مال کدوم ملیته چیه دیگه. این بودایی ها که مال خود بودا، قوم بودا که مال مجار میشه این یکی. و این یکی آقای گاندی که دیگه معروفه این ور. این هم آقای مانتا گاندیه که دیگه معروفتش معلومه. این هم یه قومیت بودایی دیگه است، گاراما بودایی. این هم مال مجاره که از قومیت خود مجاره که نوشته. این هم که لاوسی، این نمیدونم مال کجاست، این یه دونه رو دیگه. آره ولی خب اینا همه دارن تعظیم میکنن، کسایی بودن که سرنوشت ساز بودن توی این دنیا برای آینده واسه مردم. یعنی قومیت ها رو اینجا جمع کردن که این یکی جای دیدنی. اینا توضیحاتی که بهتون دادیم رهبرای قدرتمند دنیا بودن. این راجع به بوداپسته. این کوین برای پشت بوده و کینگ بودا. این وسط همون رودخونه دانوبه که از هم جدا بودن و با دسته‌ای که دارید می‌بینید کنار هم می‌خواستن باشن و عاشق هم شدن که اینا مجموع شده بوداپست. اینا همش مال پشته، اونا قلعه پشته. این برم برای کینگ، قلعه کینگ و اون سیتادلایی هم هست که دارید می‌بینید. ما الان اینجا بودیم، این سیتادلایی که ما بالاش بودیم دارید می‌بینید. جای دیگه هم که توی دانوب نباید فراموش بشه رود دانوبه که واقعا خوشگل و بی‌نظیره. این کفشا رو دیدم، خیلی جالب بود موضوع. گفتم این بیشتر براتون توضیح بدم. اینجا تو اواخر جنگ جهانی دوم یک گروه فاشیستی یهودیان رو کنار این رود دانوب می آوردنشون، مجبورشون می‌کردن که کفشاشون رو در بیارن، چون کفشا اون زمانا مثلا گرون گردش داشته. بعد اونا رو توی بارون می‌کردن و می‌انداختنشون تو خونه. حالا این 60 کفشی که اینجا گذاشتن نماد زن و مرد و کودکانیه که اونجا کشته شدن. به خاطر همین گل می‌ذارن، شمع روشن می‌کنن و برای ادای احترام اینجا توقف می‌کنن. این یه داستان تاریخیه. این قسمت بود، گفتم که شاید جالب باشه.
بچه آمدیم دوباره یه جای دیدنی دیگر رو بهتون نشون بدم. اینجا بهش میگن بستین ماهیگیر، جایی که مثل کارتونای دیزنی میمونه بچه. از این بالا کل بوداپست و رود دانوب زیر پاهاته و میتونی ببینی. یه چشم انداز خیلی خوب و کارتونی و خیلی خوشگلی داره. واقعا ارزش دیدن رو داشت. خیلی خوشحالم که تونستم اینجا رو هم ببینم. یه جای دیدنیه که آدرس رو براتون گذاشتم، حتما ببینینش. 4 روز سفر من به بوداپست تمام شد و ما با قطار به سمت اتریش حرکت کردیم. حدود 2 ساعت مسیر داریم تا به اتریش برسیم. خب بچه‌ها سفر ما تازه شروع شده. توی پارت بعدی قراره بریم وین و جاهای دیدنی وین رو بهتون نشون بدم. حالا اگه این ولاگ منو دوست داشتین ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا پارت دومی که براتون میذارم و از دست ندین. یادتون نره که ولاگ بعدی قراره گرونترین جای وین رو بهتون نشون بدم.